ای کسی که سلاح بر شانه داری، به نام مجاهد هستی، 20 سال به افتخار میگویی که من در مقابل آمریکا و بزرگترین قدرت های دنیا زدم. 20 سال به خاطر آن زدی که بر بالای ملت خود ظلم بکنی. 20 سال به خاطر آن زدی که بر بالای ملت فقیر و بیچاره و در بدر و خاک بسر ظلم بکنی. 20 سال به خاطر آن جنگیدی که نان را امروز از دهان فقیر بکشی. تو نمیدانی که نبی من و پیامبر من صلی الله علیه و سلم فرموده است که لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. اطاعت امیر واجب است، اما نه در معصیت، نه در ظلم. اگر تو را امیرت امر میکند که برو ظلم بکن، سلاحت را به زمین بگذار، ظلم نکن. اگر امروز من ملا را فریب بدی، دیگر را فریب بدی، در فردای قیامت الله عزوجل را فریب داده نمیتوانی. اگر امیرت امر کرد که برو مسلمان را بکش، تو مسلمان میکشی. اما قدر علم نداری، اما قدر عقل نداری که این معصیت است، نباید که در معصیت فرمان برداری امیرت را بکنی. امیرت چی است که تو فرمان برداری او را میکنی؟ خدا میدان امیر خود را میشناسی یا نمیشناسی؟ مبادا آن که امیرت آیسای پاکستان باشد و آیسای پاکستان بر گرده هایت تحمیل کرده باشد که این کار را بکن و آن کار را بکن، تو مانند یک غلام حلقه به گوش آیسای پاکستان کاری آیسای پاکستان را پیش ببری. اما نفهمی که من